پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست، امنیت تاجیکستان امنیت ماست. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند، مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشوره. مهم این نیست که دیگران بپسندن این ارتباط رو یا نپسندن، مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. حتما توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری به نفع دو ملت و دو کشور خواهد. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست، اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم، باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست و معتقدیم استقلال اقتصادی زمینه برای استقلال سیاسی هم هست. ممکن است دیگران نپسندند. جوانهای ما امروز فعالند، آمادگی دارند که خودشون حضور پیدا کنند در صحنه. ما با توکل به خدا و با اراده پولادین مردممون اجازه نخواهیم داد استقلالمون مخدوش بشه و حتما با همه ظرفیت‌ها تلاش می‌کنیم که محتاج اونهایی که نمیخوان پیشرفت ما رو ببینن محتاج اونها نشویم. داداش شما برادرای مایی، اگه خدایی نکرده یه مو از سر شما کم شه انگار خنجری تو وجود ما. به والله به الله قسم نمیذارم خاک تاجیکستان یه اتفاق بیفته. ما و رفیقامون، ما همه مسلمون بچهای جهادی پا میشیم میایم اونجا خاکشون رو به توبره میکشیم، قرقیزستان رو نابود میکنیم. اینا به زبان روسی بهشون بگو جوانای ایرانی، جوانای ولایت مدار، جوانای ایرانی، جوانایی که مسلمونن منتظرن که انتقام حمله مغول از قرقیزی‌ها بگیرن.